فقیر و کمبغل کسی نیست که پول و مال نداشته باشد، بلکه کمبغلی واقعی کسی است که اخلاق و ادب نداشته باشد. ادب و اخلاق نیکو بهترین خصلت خوب انسانی است که درجات انسان را بلند می‌بردارد. درباره اخلاق و ادب علما و بزرگان دین می‌فرمایند که خرید و فروش نمی شود. یعنی در بازار ادب و اخلاق نمی فروشند که آن را خریداری کنیم. ولی من میگویم که ای کاش ادب و اخلاق خرید و فروش میشد و جوانان امروز آن را خریداری میکردند و یا چیزی خوردنی می بود که جوانان امروز با خوردنش با ادب و با اخلاق می شدند. این سخنان را برای آن می گویم که اکثر جوانان امروز بد اخلاق و بی ادب شده اند. نسل جوان فاسد شده ایستاده است ولی هیچ کسی پروایی ندارد. پروردگارا جوانان این امت را هدایت فرما و برایشان اخلاق و ادب نصیب فرما. آمین یا رب العالمین. یادمان باشد که کیش ما چه بود، آتش و آتش پرستی در سجود. هدیه آورد سوی ما یار رسول، دین را چون ماه تابان در هلول. آری آن ناجی از جنس بشر، آن راد مردی که نامش بود عمر. دین حق را هدیه آورد سوی ما،